سلام دوستان. پیامبر صلی الله علیه و سلم در همه کار برای ما نمونه به حساب می روند، از آن جمله در تغذیه و خوراک. اگر در همه کار از پیامبرمون پیروی کنیم، ما هم در این دنیا و هم در آخرت به خیر و خوبی می رسیم. برای از دست ندادن این شانس به شما پیشنهاد می کنیم که به این ویدیو توجه کرده فهمید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از کدام خوراک‌ها استعمال می کردند. یکم، تربوز میوه خیلی قیمت و فایده آور است. رسول اکرم آن را با همراه خرما می‌خوردند، چنانه که در حدیث حضرت عایشه رضی الله عنها گفتند رسول اکرم وقتی تربوز را می‌خوردند چنین می‌فرمودند: گرمی یکم را با خنکی دوم و سردی را با گرمی آن برطرف کنید. دوم، انگور از مینرال‌ها و ویتامین‌ها بای است. مقدار گلوکوزای ترکیب انگور به 20-25% می‌رسد و زود در بدن حل می‌شود. برای کسانی که از جهت روحانی و جسمانی خستند خیلی فایده آور است. درباره این میوه در قرآن و در احادیث زیاد نام برده شده است. ما با واسطه این آب برای شما باغ‌های خرما و انگور و دیگر میوه‌ها را رویاندیم تا از آنها استعمال کنید. سوم، انار. فایده های انار به همه معلوم است. درباره این میوه در قرآن کریم هم یاد شده است. در سوره الرحمن آیه 68 خداوند چنین می‌فرماید: در بهشت نمودهای گوناگون میوه هست و همچنین نمودهای گوناگون میوه‌های انار و خرما. ابن عباس رضی الله عنه وقتی انار می‌خورد چنین می‌گفت: در حقیقت من فهمیدم که در روی زمین انار نیست که از چند تخمی نرویده باشد و به همین خاطر چندین پرده دارد. حضرت علی رضی الله عنه گفت: انار را با پوستش بخورید، زیرا آن در معده تأثیر نیک دارد. 4. انجیر. این میوه خیلی سفیده زیاد در ترکیبش دارد. نام یکی از سوره های قرآن کریم با نام این میوه نامگذاری شده است، سوره تین. در آیه اول این سوره خداوند فایده های انجیر را نامبر کرده است: قسم به درخت انجیر و زیتون، درختان مبارکی که آدمان از میوه آنها منفعت زیاد به دست میارند. آیه 1 سوره تین. 5. عسل. درباره خصوصیت‌های فایده‌آوری عسل کیها همه می‌دانند. عسل از بیماری‌های زیاد رها می‌بخشد. سیستم خونگردش، عضوهای هاضمه، ایمونیتت را با قوت می‌کند. استما و یازوا را شفا می‌بخشد و بسیار فایده‌های دیگر. درباره عسل در قرآن کریم و هم در احادیث یاد شده است. در قرآن درباره زنبورهای یاد شده است که وظیفه حاصل کردن عسل را دارند. ترجمه یک از این آیه‌ها چنین است: از شیره حاصل کرده زنبورها ماده با رنگ‌های گوناگون حاصل می شود که برای آدمان شفا است. در حدیثی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: به شما دو راه شفایابی داده شده است، عسل و قرآن. 6. شیر دوست داشتنی ترین نوشیدنی برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به حساب می رفت. این نوشیدنی خصوصیت ها و ماده های فایده آوری زیاد دارد که با این فرموده رسول اکرم تایید کرده می شود: وقتی کسی از شما خوراک می خورید پس بگویید: خدایا در این خوراک من برکت عطا کن و از بهترین ها قرارش ده. و وقتی که شیر می نوشید بگویید: خدایا این را برای ما خیر و زیاده گردان. و جز شیر چیزی دیگری نیست که هم خوراک و هم نوشیدنی به حساب رود. در حدیث دیگر فرمودند: گاوها را نگهداری کنید، شیر آنها دارو است، روغنشان شفا و گوشتشان بیماری است. قید کردن ضرور است که اگر در وقت سرخ کردن گوشت گاو امبیر، چسناک و مرچ را همراه کنید ضررهای آن برطرف می شود. 7. روغن زیتون. زیتون برای 70 بیماری شفا به حساب می رود. روغن زیتون ضرر منفی رادیکال های آزاد را در ارگانیسم پس می کند. همچنین برای پیشگیری بیماری های دل و رگ های خونگرد نقش مهم می بازد. لخته شوی خون را در رگ های خونگرد کم کرده حرکت آنها را در رگ ها سرعت می بخشد. در حالت های پس‌شوی یا بلندشوی فشار خون یاری خود را می رساند و فربه شوی را پیشگیری می کند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: روغن زیتون را بخورید و آن را با بدنتان بمالید و در حقیقت که آن از درخت مبارک می روید. 8. اکسوس فایده های عجیب و زیادی دارد. مبادله ماده ها را افزایش داده مقدار کسلت شیر در وقت ورزش یا در وقت استرس در بدن حاصل می شود در خون کاهش می دهد. از سببی که در ترکیبش ماده های آنتی دیاریوی دارد پیداشوی دیاره را در بدن پیشگیری می کند.
هضم خوراک و مبادله آن را سرعت بخشیده ویرانشوی دندانها را پیشگیری می کند. پارازیت های معده را می کشد. هضم خوراک در روده قوس و معده را بهتر کرده روده ها را تازه می کند. در حدیثی که از عایشه رضی الله عنها روایت شده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند اکسوس بهترین خوشبویی برای خوراک است. نهم، خرما. خرما میوه است که در بیشتر کشورها برای بقوت کردن ایمونیته و دراز کردن عمر استفاده میبرند. نام خرما در قرآن کریم 20 بار زیاد آمده است و این درباره فایده آور بودن خرما شهادت میدهد. در ترکیب این میوه خرد خاصیت‌های مفید و طبابتی موجود است. با توجه به احادیث، خرما نه تنها ضد زهر محسوب می شود بلکه از تاثیر جادو نیز آدم را محافظت می کند. کسی که هر سحر 7 دانه خرمای عجوه را می خورد، همان روز نه زهر و نه جادو به او تاثیر نمی رساند. این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم است. در حدیث دیگر چنین آمده است: به زنان خرما دهید. اگر خرمای تازه داده نمی توانید، پس خرمای خشک شده را دهید، چون یگان درخت به مثل درخت خرما برای زنان فایده آور نیست. دهم، جو. جو را خوراک پیامبران نام میبرند. خوراک گندمی برای سلامتی روح و جسم فایده ناک است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: شما در خوردن جو ایستادگی کنید. قسم به ذاتی که جان من در دست اوست، آن شما را از درون شسته تازه می کند، همان گونه که آب دستان شما را می شوید. سر پیامبر صلی الله علیه و سلم عایشه رضی الله عنها فرمودند: جو بخورید، چون که من فهمیدم که پیامبر فرمودند جو دل بیمار را آرام می کند و با خود یک قسم از غم و اندوه را می برد. همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم توصیه می کردند که به شخصانی که از تب لرزه عذاب می کشند سوپ جوین بخورانند.